افغانستان حالش خوب نیست در کل. من خودم هم بعض وقتا دچار افسردگی اینا میشم. ولی یک چیز براتون میگم، سختی ها، درد ها، رنج ها، مشکلات اینا جزئی از زندگی هستند. سختی ها، درد ها، مشکلات اینا آمدن که ما و شما به موفقیت برسیم. اگر ما و شما نگاه کنیم به گذشته، تمام موفقیت ها و دستاورد هایی را که ما و شما داریم بعد از سختی های بوده که دیدیم. بدون سختی به جای نمیرسیم. اگر ما و شما همواره در یک حال باشیم هیچ پیشرفتی نمیکنیم. باور کنیم سختی ها هست، درد ها هست، رنج ها هست، ولی شما باید که همیشه حرکت کنید. میگن مثل یک دریا باش، مثل یک رود باش، با سنگ ها، با موانع زیاد برخورد کن، اما هیچ وقت متوقف نشو. برای رسیدن به اهدافتان پرواز کنید. اگر پرواز نمیتونین بدوین، اگر دویش نمیتونین پیاده برید، اگر پیاده نمیتونین سینه خیز برین. هیچ وقت متوقف نشید.